سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار گردشی داشته باشیم با ماشین در مسیر لاهیجان به رشت، البته در یک روز بارونی. این گردش از انتهای کمربندی لاهیجان شروع و به بالای پل جانبازان ختم میشه. مسیر لاهیجان به رشت حدود 50 کیلومتر هست و حدود 1 ساعتی این مسیر طول میکشه. این مسیر اصلی دسترسی به رشت هستش. البته 2 مسیر دیگه هم هستش، مسیر سیاهکل به سنگر و مسیر چمخاله به انزلی و رشت. این مسیر بعد از عبور از لاهیجان، آستانه اشرفیه، لوله‌مان، کوچه اصفهان به رشت میرسه که سعی کردیم با تقسیم بندی زبانی در قسمت توضیحات تماشای ویدیو رو راحت تر کنیم. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید. در ضمن برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان براتون ولاگ تهیه کنیم. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
باشید.